بارانگری‌های شدید به چندین دهه ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه خسارات وارد کرده است. اینجا ساکنان دهه گلباغ جماعت چهارباغ از دهشت و پیامدهای سیل شکایت دارند. دینا سحر ساعت 6 سحر اومدیم خکدیم کودکامون امی دستاشون گرفتیم پریدیم خونه برمدیم به خونه و به در. من زن تنهایم، شوهر ندارم، 3 تا فرزند در اختیارم، نمیدونم دیگه چیکار کنم، کجا برم. جناب عالی ببینه این وضعیت ما را ببینه یا یارده همه چیز را نمیتونیم. این استودنت مونی سحر نتونست درس بره دیگه یگان چی نیافتیم غیر همین لباسی که بدنمون برآمدیم رفتیم دیگه یگان چی نموند در خونه‌مون. خونه‌های چپا کرد. همینجا یک جای آبادتر برن. اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنه، آباد کنیم کلیت کنه. مثلا ما کجا میریم خط فرزندمون؟ سیل در این دهه ساعت صبح 5 می درآمد. چندین خانه را کاملا ویران کرد. توز را یگان چی نشده. یگان چی نشده ادیر تخوی. در ادیر چند قخو میری داخل کی بچم در بارون چند قخو میری؟ نه من نیشم چند قدر خو میری؟ بچه جان نه خودت گبزن. این زنا کاملا دوره همیشه اوزای ما کجا میبریم؟ از 62 خانه این دهه بیش از 30 خانه آن ضرر دیده است. رئیس محله از بی‌توجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری‌ها به مردم نیازمند شکایت دارد. این خالی چیوش کمکوش گوی یگون چی چکن نشتگی یگون چی همه چی مقصد کمکی که میشه نمی همسایه که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چیشون نیست می خلق. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند از لحظه‌های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری‌های لازم را میرسانند. عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تأسیس داده شده از جانب کمیته حالتهای فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است. سیل همچنین به جماعت هممرز لوچوب این ناحیه نیز خسارات رسانده است. یک پل ماشینگذاری مهم را ولنگار کرده است. راهی 5-6 دهه این جماعت را به سمت دوشنبه حالا بسته است. باران و آبخیزی‌های 2 روز اخیر در ولایت سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه‌های اطراف دوشنبه خسارات زیادی وارد کرد.